27 مارس 1977 پرواز شماره 4805 KLM از فرودگاه آمستردام بلند میشه به مقصد جزایر قناری. 3 خلبان هدایت هواپیما رو به عهده دارن: کاپیتان جیکاب زانتن، کمک خلبان کلاس مرس و مهندس پرواز ویلم شریدر. داخل هواپیما 235 تا مسافر نشسته، 14 نفرم خدمه و مهماندارهای هواپیما. اینها قرار بود به فرودگاه گرند کنریای جزایر قناری برن، اما بهشون گزارش دادن احتمال حمله تروریستی اونجا وجود داره. برای همین برین به فرودگاه لوس رودیوس جزایر قناری و اونها مسیرشون رو کج میکنن به طرف لوس رودیوس. فرودگاه گرند کنریو رو کاملا میبندن چون میخواستن ببینن واقعا حمله تروریستی در کاره یا نه. برای همین خیلی از هواپیماها رو فرستادن به فرودگاه لوس رودیوس که نسبتاً فرودگاه کوچیکیه و اصلاً ظرفیت این همه هواپیما رو نداره. از طرف دیگه یک هواپیما هم از نیویورک به جزایر قناری اومده و قرار بوده تو همون فرودگاه گرند کنریو بشینه، اما فرودگاه بسته بوده، اونم میفرستن اینجا. این پرواز شماره 1736 هواپیمایی پانامریکن بود. خلبان این پرواز کاپیتان ویکتور گروبز بود، کمک خلبان رابرت برگ و مهندس پرواز جورج وورنز. هواپیما 13 تا خدمه داشت اما پر بود و 380 مسافر توش نشسته بود. باید بدونید که هر دوی این هواپیماها بوئینگ 747 هن که بزرگترین هواپیمای اون موقع دنیا بود. این 2 هواپیما میرن تو اون فرودگاه و میشینن و منتظر میشن که فرودگاه اصلی باز شه، چون مسافراشون همه میخواستن تو اون جزیره پیاده بشن. بعد از چند ساعت فرودگاه گرند کنریا باز میشه. 747 KLM مشغول سوختگیری میشه که پرواز کنه به جزیره اصلی. هواپیمای پانامریکن آماده پرواز بود اما نمیتونست بپره چون KLM ابتدای باند ایستاده بود و داشت سوختگیری میکرد و برای این اونجا وایساده بود که فرودگاه کوچیک بود، جا نداشت. برای همین پانامریکن منتظر شد تا KLM سوختگیریشو بکنه بره. KLM سوختگیریش تموم میشه و بهش میگن برو انتهای باند دور بزن و از جهت مخالف بلند شو. پانامریکن هم اول باند ایستاده. KLM میره دور میزنه و به جهت مخالف میسته و آماده پروازه. اجازه بدین یه مقدار راجع به این فرودگاه بهتون بگیم. این جزیره از جزایر قناری خیلی نسبتاً مرتفعه و ارتفاع این فرودگاه 600 متر بالاتر از سطح دریا بوده. برای همین هوا مه‌آلود بوده و خلبانان به زور 100 متریشون رو می‌دیدن. در همین حین که KLM اونجا وایساده و آماده پروازه، به پانامریکن میگن تو روی باند برو جلو و از اگزیت شماره 3 خارج شو، دور بزن بیا پشت سر KLM. پانامریکن هم شروع میکنه روی باند راه رفتن تا برسه به اگزیت شماره 3. به قدری هوا مه زخیمی گرفته خلبان اصلا نمیفهمه کجا هست، چه باشه که این اگزیت ها رو پیدا کنه. برای همینجوری میرفته جلو و چشم مینداخته که اگزیت رو ببینه. وقتی پانامریکن از اگزیت شماره 3 عبور میکنه روبروی KLM قرار میگیره، اما نه KLM اینو میدیده نه این اونو میدیده. این فرودگاه انقدر کوچیک و بدون تجهیزات بوده که رادار نداشته ببینه بابا چرا 2 هواپیما روبروی هم ایستادن. اونها گزارش‌ها رو از خود خلبان‌ها میپرسیدن و خودشون نمیفهمیدن رو باند چه خبره. در همین لحظه کمک خلبان KLM با برج مراقبت تماس میگیره و میگه ما میتونیم بپریم یا هنوز نه. صدای برج مراقبت به KLM جوری میرسه که اون فکر میکنه یعنی بپر، ولی منظورش این بود که منتظر باش. بعد از این خلبان KLM به باند مراقبت میگه ما آماده پروازیم و اونم مثل اینکه نمیفهمه این چی میگه اوکی. KLM شروع میکنه دویدن روی باند. در همین حین خلبان پان امریکن با برج مراقبت تماس میگیره و میگه من رو باندم و چیزی رو نمیتونم پیدا کنم. انقدر برج مراقبت این فرودگاه ولوشا بوده که جواب خلبان پان امریکن رو نمیدن. حداقل نمیگن آماده مردن باشین چون یک غول داره میاد. پان امریکن انقدر دنبال خروجی میگشت و چششو اینور اونور میکرد، یه دفعه سایه یک 747 رو میبینه که داره میاد جلو. برای همین وحشت زده میشه، گاز هواپیما رو تا ته فشار میده و میپیچه به طرف چپ که از باند خارج بشه. اما KLM چون میخواد بپره داره هر لحظه به سرعتش اضافه میشه. کاپیتان KLM هم بالاخره پان امریکن رو میبینه، برای همین سعی میکنه اوج بگیره که نخوره به اون.
سر هواپیما رفته بالا، اما سرعتش انقدری نیستش که از رو زمین بکنه. پان امریکن چون پیچیده بود به چپ، دماغش از باند خارج شده بود، اما کمرش وسط باند بود و KLM که سرش رفته بود بالا با چرخاش میخوره تو کمر پان امریکن. پان امریکنی که 380 نفر توش نشستن. چرخهای KLM وقتی میخوره به پان امریکن از جا کنده میشه و KLM هم با این جامپی که زده بود از زمین کنده میشه و میره رو هوا، اما هواپیما داغونه و نمیتونه رو هوا بمونه. برای همین میاد پایین و کوبیده میشه رو زمین. باک KLM پر از بنزینه چون تازه سوختگیری کرده. وقتی میخوره زمین 150 متر رو زمین لیز میخوره و جرقه‌ای که میزنه بنزین‌ها شعله‌ور میشه. 248 نفر مسافرین و خدمه KLM همه سوختن و کباب شده. از اون طرف کارکنان و مسافران پان امریکن هم که جمعاً 396 نفر بودن داخل یک هواپیمایی هن که شعله‌ور شده. شعله‌هایی نه به اندازه KLM ولی نصف هواپیما داره میسوزه. برای همین 61 نفر که طرف چپ پان امریکن نشسته بودن تونستن از هواپیما خارج بشن و زنده بمونن. این تصادف به این بزرگی که بزرگترین سانحه هوایی لقب گرفته روی باند به وقوع پیوسته، اما برج مراقبت فرودگاه خوابه و اصلا نفهمیده که یک همچین اتفاقی افتاده، تا اینکه یک هواپیمای دیگه که از اونجا عبور میکرده با برج تماس میگیره و میگه یک 747 رو باند منفجر شده، خبر دارین؟ اونها تازه میفهمن چه اتفاقی افتاده، اما بازم درست نمیفهمن. فکر میکنن فقط KLM منفجر شده چون پان امریکن 300 متر اونورتر بوده. اونها ماشین‌های آتش نشانی و امدادی رو میفرستن پلوی KLM، غافل از این که یکی دیگه هم اونور افتاده. بعد از یه مدت با خبر میشن که یکی دیگه هم اونور افتاده، اما وسایل مجهزی نداشتن که بتونن خوب کمک کنن. 3 تا کشور و 2 تا شرکت بزرگ هواپیمایی شروع کردن به تحقیقات که چرا این اتفاق افتاد. هیچ کدوم هم اون یکی رو قبول نداشتن. هر کدوم جداگونه تحقیقات میکردن. بعد از تحقیقات مشخص شد که خلبان و کمک خلبان KLM جمله‌های اشتباه تو بیسیم استفاده می‌کردن، به طوری که برج مراقبت به اشتباه می‌افته. از اون طرف برج مراقبت هم مقصر بود، چون اصلاً به حرفای پان امریکن توجه نمی‌کردن. چون اون بیشتر از 3 بار به برج مراقبت اعلام می‌کنه که من خروجی رو پیدا نکردم و روی باند موندم، ولی جوابشو نمیدن. یک سوتی بزرگ دیگه برج مراقبت این بوده که به 747 پان امریکن میگه برو تو خروجی 3، در صورتی که اون خروجی برای هواپیماهای کوچیک بوده و این اصلا نمیتونسته از اون تو رد بشه. در هر صورت برج مراقبت و خلبانان KLM مقصر شناخته شدن، چون این دو گروه درست با هم تماس نگرفتن و توی حرفاشون دقت نکردن که چی دارن میگن و همینجوری بیخیال اوکی کردن و فاجعه رو درست کردن. خلبانان KLM که مرده بودن، اما برج مراقبت زنده بودن و خودشون رو نمیبخشن که با سهل انگاریشون باعث شدن 583 نفر کشته بشه. یعنی این بزرگترین کشته در یک سانحه هوانوردی در دنیاست. بعد از این واقعه یک سری قوانین هوانوردی تغییر کرد. از اون به بعد خلبان دیگه اجازه نداره بگه من آماده پروازم یا ready for take off، باید بگه من آماده خارج شدنم، ready for departure. یعنی حتی اسم پرواز رو نباید بیاره قبل از اجازه. از اون به بعد قانون گذاشتن که خلبان، کمک خلبان و مهندس پرواز برای شروع پروازشون مشورت کنن، یعنی هر 3 تا در جریان باشه که اگر مشکلی هست حداقل یکیشون بفهمه، نه اینکه مثل KLM خود خلبان حرف بزنه خودش هم تصمیم بگیره که چیکار کنه. این فاجعه اصلا باعث شد که از اون به بعد این اشتباه وارد درس‌های خلبانی بشه و در موقع دوره دیدن بهشون یاد میدن که چطوری ارتباط برقرار کنیم، نه تنها با خلبان و کمک خلبان بلکه با برج مراقبت. اینو همه رو بهشون یاد میدن که سوء تفاهم تو صحبت‌ها ایجاد نشه.